اگر میخوای توی کارت موفق بشی باید این رازو بدونی. خیلیا دنبال راههای موفقیت توی کسب و کارن، دنبال استراتژی، تکنیک فروش، تبلیغات و شرکت توی کلاس‌های مختلف. ولی من میخوام یه چیز خیلی مهمتر که پایه این کاره بهت بگم. اگه میخوای کسب و کار موفقی داشته باشی، اول از همه باید روی خودت کار بکنی. تو به عنوان صاحب یه بیزنس باید کسی باشی که خود ساخته است، شخصی که مهارت‌های نرم داره، مثل ارتباط مؤثر، تفکر نقادانه، تفکر استراتژیک و توانایی شنیدن دیدگاه‌های متفاوت و کلی مهارت دیگه. وقتی روی خودت کار میکنی رشد میکنی و وقتی رشد میکنی کسب و کارت هم باهات رشد میکنه. پس قبل از این که بخوای بیزینست رو بسازی خودتو بساز. البته اگر میخوای کسب و کارتو توسعه بدی میتونی اول خودتو توسعه بدی و بعدش ببینی کسب و کارت چجوری تغییر میکنه.